طبق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند بخشیده به تجلیل 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، بنیاد مؤسسه‌های نوی تعلیمی دارای شرایط‌های معاصر تحصیل تا رفت وسعت می‌گیرد. با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند و سهمگذاری صاحبکاران، مؤسسه تعلیمی خصوصی به نام ابی عبدالله رودکی در شفت بنای بیمارخانه کودکانه به فعالیت آغاز نمود. در مراسم گشاده شوی رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده و دیگر نماینده‌های مکتب و معارف اشتراک نمودند. مؤسسه تعلیمی خصوصی به نام ابی عبدالله رودکی را رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده افتتاح نموده با شرایط‌های آن و رفت درس آشنا گردید. مؤسسه تعلیمی خصوصی ابی عبدالله رودکی اولین مکتب خصوصی در شهر باستانی پنجکند میباشد. مکتب از روی برنامه کمبریج عمل میکند. امسال خوانندگان صنف‌های 1 تا 3 از روی رویه روسی تعلیم میگیرند. بعد از صنف 4 از صنف 5 آغاز نموده فنهای دقیق نیز به زبان انگلیسی تعلیم داده می شود. بعد بازدید از صنفخانه‌های فنی، اتاق‌های علاهیده فنهای دقیق، میدانچه ورزشی، آشخانه و مجلسگاه در صحن مؤسسه جمع آمدی تنتنوی دایر گردید. همه شما اهل معارفجان شهر و دیهات پنجکند را با مناسبت افتتاح باز یک مؤسسه نو که به نام استاد ابی عبدالله رودکی گذاشته شده است و اینچنین خوانندگان خوشبخت این دبستان را صمیمانه تبریک میگویم. در مکتب نوتاسیس امروزه برای 80 نفر خواننده در یک بست امکانیت‌های بهترین تعلیم مهیا گردیده است. بنا از طرف مؤسسان خلیلوف، جاوید قهارویچ و صاحبکار وطنی مومین فضل‌الدین با مبلغ زیاده از 500,000 سامانی در مدت 1 سال در زمینه بینای موجوده تشکیل گردیده است. مؤسسه مذکور از 2 آشیانه، 16 صنفخانه و 4 صنفخانه فنی از جمله صنفخانه‌های کامپیوتری، اتاق‌های علاهیده فنهای دقیق، میدانچه ورزشی و مجلسگاه عبارت میباشد. یعنی مؤسسه مذکور تمام شرایط معاصر تعلیم و تربیت را فرا گرفته است. باعث خرسندی است که در این کار خیر صاحبکاران و تاجران وطن دوست و دیگر شخصان سخاوت پیشه نیز سهم باسزا گذاشته ایستادند که مؤسسه تعلیمی امروزه یکی از نمونه آن میباشد. بنابراین با صاحبکاران بلند همت وطنی، مهندسان و ساختمانچیان و همه آنهایی که در این کار خیر سهم ارزشمند گذاشتند عرض سپاس مینمایم. پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام رحمان با نظرداشت اهمیت بزرگ ساحه علم و معارف بارها در برآمد خویش و مسئله بنیاد ساختمان و انشاءات نوی زمانوی تعلیمی و فراهم آوردن شرایط مساعد برای بلند برداشتن سطح سواد و معرفت نورسان و جوانان همیشه اعتبار اولین درجه می‌دهند و ما باید درک نماییم که دستگیری ساحه معارف و غمخواری در حق نسل نورس سرمایه گذاری به آینده آبادی وطن، پیشرفت دولت، آسایش جامعه و سربلندی ملت می باشد. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان در پیام نوبتی خود به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان 26 دکمبر سال 2019 ابراز داشتند که سالهای 2020-2040 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف اعلام کرده شود. مکتب خصوصی مذکور ابتکار شایسته جهتی در عمل تطبیق نمودن این دستور پیام پیشوای معظم ملت جناب عالی امام رحمان بوده زمینه برای آموزش و رشد فنهای دقیق می‌گردد. طبق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند و تجلیل جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، بنیاد مؤسسه‌های نوی تعلیمی دارای شرایط‌های معاصر تحصیل تا رفت وسعت گرفته ایستاده است. در این روند در شهر پنجکند با سرمایه‌گذاری و منبع‌های گوناگون دوام 30 سال صاحب استقلالی تاجیکستان 45 بنای نوی مؤسسه تعلیمی که از آن 43 مؤسسه تحصیلات عمومی، 2 مؤسسه تحصیلات تا مکتبی و 82 صنفخانه‌های علاوگی با 9883 جای نشست ساخته و استفاده داده شده است. در فرجام افتتاح باز یک مؤسسه نوی تعلیمی را برای شهروندان عزیز
ва маорифпарварони шаҳри бостонии Панҷакен муборакбод намуда барои ҳамаи шумо саломатӣ ва барори кор таманно дорам. сипас дар назди ҳозирин мудири муассисаи таълимии хусусӣ ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ Акмал Менглиқулов суханронӣ намуда ба мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр барои дастгирии соҳибкорон изҳори сипос намуд. муассисаи таълимии хусусӣ бо шароитҳои замонавӣ, техникаҳои муосир таъмин буда барои таълиму тарбияи хонандагон беҳтарин омӯзгорони забони хориҷӣ ҷалб гардиданд. 1 + 1 получится. Молодец, молодец.